هر روز تسلیت گفتن، هر روز ماتم، هر روز خونریزی، هر روز اختطاف، هر روز درد، هر روز ناله، هر روز فریاد. آخه تا به کی ما باید نگاه کنیم و جلوی چشمان خود عزیزان خود دست بدیم؟ برادری پشتونم، برادری ازبک، برادری هزاره، برادری بلوچ. بابا خواهر تو خواهر منم هست، برادر تو برادر منم هست، مادر تو مادر منم هست. ما از یک وطنیم، از یک کشوریم، از یک سرزمینیم، به زیر یک پرچم زندگی میکنیم. دست به دست یک دیگر بینیم. اشرف غنی دختری و کجاست؟ دکتر عبدالله دختر و خانوادهش کجاست؟ آنها به فکر من و تو نیستن. این چند تا کلمه، چند تا حرفی هم که میگم اینا همه دروغه، اینا همه فریبکاریه. فریب اینا رو نخورین. این اگه واقعا راست میگم، اگر واقعا قصدشون خدمت امنیت آوردنه، 4 تا دزد و دغل و 4 تا اختطافچه و تروریست میگیرم، دستش رو قطع کنم، پایش رو قطع کنم، 4 تا رو اعدام کنم تا که امنیت باشه، تا اینکه بترسه آنهایی که اختطاف میکنم، آنهایی که دزدی میکنن، درسی عبرتی باشه برای آنها. اینها نی به فکر منه نی به فکر تو. من و توییم که میسوزیم و میسازیم.